درود بر شما بینندگان و همراهان عزیز دیدار نیوز. اینجا استودیوی دیدار نیوز. محمد رضا حیاتی هستم. با یک مجله خبری دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. طرح نور تعطیل نمی شود. با تغییر دولت‌ها خللی در اجرای این طرح به وجود نمی آید. سردار رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا گفت ما اسیر امواج نخواهیم شد. طرح نور تعطیل بردار نیست، چرا که امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع دین است و نمیتوان فروع دین را تعطیل کرد. سردار رضایی از مجلس خواست تا در این زمینه مجازات ها را متناسب با جرائم وضع کند. ارتباط ما با آقای احمد بخارایی استاد دانشگاه و جامعه شناس برقرار شده. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای بخارایی. همان گونه که در خبر هم بود، سردار رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا گفته طرح نور تعطیل بردار نیست و ما اسیر امواج نمیشیم. آیا جانشین فرمانده فراجا به عنوان ضابط و مجری قانون حق داره در مورد تصویب و یا توقف یک قانون اظهار نظر کنه؟ با درود به شما عزیزان خدمتون عرض کنم که نیروی انتظامی، حالا بخش فرماندهیش، معاونتش یا هر مرجع دیگری، طبیعتا خودشون هم میدونن که در مورد قانون نمیتونن اظهار نظر بکنن و من فکر میکنم این صحبتی که جانشین فرماندهی نیروی انتظامی مطرح کرده بیشتر منظورشون این بوده که تا زمانی که قانون هست ما موظف به اجراش هستیم. منتها موضوعی که هست اینه که نیروی انتظامی معاونت اجتماعی داره و ای کاش معاونت اجتماعی فعال میشد و به عنوان بازوی مشورتی قانونگذاران و سیاستگذاران در جامعه هم عمل میکرد و اونچه که در کف خیابون میگذره، برخوردهایی که میشه، دیدگاههایی که مردم دارن و کلا نتیجه‌ای که این طرح موسوم به طرح نور و متعاقب لایحه عفاف و حجاب داشته اون رو بررسی میکنن، مطالعه بکنن، مطالعه میدانی داشته باشن، پیمایش داشته باشن و عالمانه باش برخورد بشه و نتایج تحقیقاتشون منعکس بشه به حوزه سیاستگذاری. من فکر میکنم این موضوع مهمه و به نظر میرسه نیروی انتظامی تابع خواهد بود، ولی دخالت عالمانه‌شون میتونه به سمت صلاح بیشتری جامعه رو سوق بده. آقای بخارایی، به نظر شما طرح نور چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ به نظر میرسه سرنوشت نهایی طرح نور شبیه به طرح‌های قبلی باشه در طول این چند دهه و فراز و فرودهای خاص خودش رو خواهد داشت. به نظر نمیرسه که خیلی جدیت زیاد و خدمت شما عرض کنم برخوردهای جدی بخواد صورت بگیره با شهروندانی که حجاب رو رعایت نمی کنن، چون که میدونن که بحث اعتماد اجتماعی بسیار مهمه، یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی است و این نوع برخوردها باعث اعتماد زدایی میشه در بین افراد جامعه و اگر به لحاظ اجتماعی ما سر پا نباشیم و این روند فروپاشی اجتماعی که سالهاست شروع شده اگر این جلوش گرفته نشه و سرمایه اجتماعی تقویت نشه، میدونن که سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های بین‌المللی که دولت آقای پزشکیان میخواد در پیش بگیره، این عملاً یک پایه مهمش متزلزل خواهد بود و مسائل اقتصادی، رشد اقتصادی، جلوگیری از رویه تورمی، همه اینها نیازمند اصلاح اوضاع احوال اجتماعی است و طرح نور هم که شروعش از اون لایحه‌ای بود که در اصل قوه قضاییه تنظیم کرد، نه دولت، ولی به اسم دولت تمام شد، چون که لایحه به لحاظ حقوقی مکتوبه است که دولت باید به مجلس ارائه بده، ولی در اصل در قوه قضاییه نوشته شد، توسط دولت به واسطه دولت به مجلس ارائه شد و حالا
دوباره برگشته به قوه قضاییه، یعنی شروع و ختمش قوه قضاییه است و این زیاد جالب نبود که نهادی خودش پیشنهادی بدهد، قانونی بنویسد و بعد خودش هم مجری باشد. حالا گذشته از این ایراد حقوقی، موارد عدیده‌ای که در لایحه عفاف و حجاب مطرح شده جنبه عملیاتی نمیتونه پیدا بکنه. نهایتا همین برخوردهای خیابانی است که مشاهده میشه خیلی پاسخ نگرفته در این چند ماه اخیر و بهتره که روی این مقوله خیلی پافشاری نباشه و به نظرم نمیرسه این اتفاق بیفته، چون که اگر بخواد پافشاری بیش از حد روی اجرای طرح نور باشد یه جوری نقض غرض صورت میگیره. یعنی آقای پزشکیان آمده با وعده ها و شعارهایی که متفاوت از قبل خواهد بود، این در شعار عرض میکنم، ولی در عمل خیلی از موارد ممکنه تحقق نپذیره، زیرا در داخل ما هنوز تصمیم نگرفتیم که نسبت به خودمون و سیاست هامون بازنگری داشته باشیم.